در من انگار کسی می گرید. بغض اگر بگذارد و نفس یار شود، با تو زین درد سخن خواهم گفت. مرغ خوشخوان که به همراهی خویش مهرگان را آورد، جز سرودی از مهر بر لب خویش نداشت. واپسین مهر در این قرن که از راه رسید، بال و پر را بگشود و از این دشت بلاخیز پرید. جان عشاق از این رفتن سوخت. او به ساز خاموش چهره در چهره این مردم رنجور، به گلبانگ مسیحایی خویش سخن از مرغ سحر بر لب خود داشت و پیغام نسیم. وی اگر فصل خزان هم می‌خواند، عمر را مثل بهار دلکش مست از رایحه دلبر گلها می‌کرد. بی تو ای سرو چمان، زیر این گنبد مینا دگر از شب ز سکوت یا کویر دل بشکسته چه کس با من خسته سخن خواهد گفت؟ چه کسی دلشدگان را به سر چشمه نوشی که شب وصل در آن اشک مهتاب چکید بعد از این خواهد بود، تا که جام تهی از باده آن لحن دلاویز تو لبریز کنند، پرگشایند و مه‌آلودترین قله آرامش را در خیال باز هم فتح کنند. چاوش قافله نسل ز شادی محروم، سر عشقی که به ماهور ز جان و دل خود می‌خواندی، آتش افروز هزاران دل مجنون شده است. حاصل سوختنش هم امروز دود عودی است که در کوچه و پس کوچه جانها جاری است. عشق داند نفست مثل بهار بوی باران میداد و کلامت همه آهنگ وفا با خود داشت. ای نواهای دلانگیز تو آرامش جان، راوی قصه زیبای معمای وجود، بی نشاط و طرب این عمر به سر رفت، ولی تو بگو باقی عمر به جا مانده ما واقعاً بی تو به سر خواهد شد. قاصدک گر به دیارش رفتی، از سر مهر به استاد بگوی، آذرستون دل ما بی تو تشنه فریاد است. گرچه رفتی اما شکوه های تو ز بیداد و زمستان باقی است. ناجی خوش نفس نغمه این کهنه دیار، دلت آسوده بخواب تا که در گستره عالم خاک پارسی باورجاست، نام فردوسی هست، تا که آواز و موسیقی ایران زنده است. نام زیبای تو آراسته اش خواهد ساخت، تا غروب رمضان هست و امید سحر، ربنای تو و مرغ سحرت نیز بجاست. دلنوشته های مسافر دنیا، دکتر محمد جواد طراحی، 19 مهر 99، روز دفن استاد محمد رضا شجری.